آنانی که صدای من میشنوید. قیمتترین در دنیا این ایمان است. نظر نبرید ایمان همان دم نمیتید خدا. دنیا را همه کس نمیداد است. ایمان الله دوست نیاد دیگه انسانش نمیداد. حالت زینات ایمان داد نگفت است که ای بنده خدا نکن من از تو جدا. ای خواهر محترم، ای مادر عزیز، تو را خدا خواهد عفت داده، تو را بهترینت کرده. برای شما زنها علاوه خدا وصف میکند قرآن در سوره زنها. نخواه که امروز تا حد رسید که خودت به قدر کنی. کم بغل فن کن نمیدونه. حال دخترکات فن میکنن انشاءالله. کنیم میکشی، کننده کشنده میگه در عرفیت. انشاءالله خدا خواهد از زنت میکشی، از دخترات میکشی، خدا خواهد انشاءالله از خواهرت میکشی، از مادرت میکشی. بعد میدانی خدا خواهد زنا فایده شه. حتی زنا با میان آوردنی چی است؟ کسلی های تبابت نشوند. حالا بالای ویها چنان بیماری میارد که هرگز شفا نمیابی. بیماری را بین امروز عادی بیمارترین دنیا را بلرزاد. خدا چنان قدرت دارد، نمیترسی از خدا. امروز ظاهر شد زنا، امروز پرسین ظاهر شد. امروز ای پرسین چیکار از خدا ترس. زنا به دنیا آوردن فرزندهای خدا خواهد حرامی است. اگر امروز کسلی سپید آورده شد الله سبحانه و تعالی که خدا راضی نیست در این کاری شما. الله از اینم اگر تمام ادبیای دنیا طبیبا اگر ضد این خدا خواهد داری آبان با الله سبحانه و تعالی یک بیماری میتید. چون که الله چهارتا بای بچه های پولدار امروز چهارتا پولدار شده خدا خواهد داشته باشد $10,000 داشتگیش. وقتی که این دنیا آدم همین خیلی پول ویران میکنه است، کمتر پولی که گذاشید بعد دیویژنش دیگه میشه. کسلی دیل خدا خواهد، آخر کسلی قند، این کسلی افلاس‌ترین قند است. زنا آشکار شد. امروز اکثر جاها میشنیم زناگرها، بعضی میشنیم فاحشه خانه ها، بعضی میشنیم آدمای خوشمتی ها خوش کنه میدونم. من میدونم بعضی جوانای نماز خون، بعضی دخترای نماز خون انشاءالله آخر این زناگرها به نور میشن، آخر پس میشون. خدا رو تویرون میکند، بدن تویرون میکند انشاءالله. الله و زندان خدا های آفرید 3000 سال نبیناشتگی است. 1000 سال تصفوندش سرخ شد، 1000 سال تصفوندش سفید شد، 1000 سال تصفوندش سیاه شد. تازه سیاه هست. 3000 سال بیناشتگی رای. امروز یک در دستکت خدا خواهد یک آبی جوش ریزه چی داد میگویی؟ یک کفکی پاس نه خار دراید. حضرت مولا میگه نداری بلکه فی پا طاقتی خال، دلیلی چون کنی در گلخنینا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی بعث الانبیاء و الرسول لهدایت العباد و افضل الصلاة و اتم السلام علی رسوله محمد خاتم الانبیاء و المرسلین ارسله الله بالهدى و دین الحق بشیرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنوید. البته به خدا سبحانه و تعالی شکرانه بی عدد که باز خداوند در این روز خوب خدا خواهد دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. چون که دم غنیمت، آدم غنیمت، وقت غنیمت است. خدا خواهد در یک زمانی انشاءالله خدا خواهد که تمام دنیا انشاءالله خدا خواهد در لرزه است از یعنی این بیماری. البته انشاءالله خدا خواهد یعنی مهمان الهی است. اندک وقتا و خواست الهی به یاردم الله سبحانه و تعالی این بیماری از بین ما شما خدا خواهد دور می شود. ما شما با توصیه‌ای که مثال هر روز یک سخن بسیار تکرار میکنیم که اونسایی که خدا خواهد بزرگان اسلام، اونسایی که خدا خواهد از طرف حکومت جناب عالی هر روز خدا خواهد از ما شما التماس دارد که به این یعنی خدا خواهد یعنی چیزایی که گفته شده عمل کنیم. خدا خواهد زودتر از این بیماری ما شما دور میشیم. همیشه خدا خواهد این سلامتی بسیار چیزی قیمت است. شاعر میگه در پیش سلامتی همه چیز بیکار، سلامتی نباشد دنیا چی در کار. یعنی همه چیز با سلامتی میشه. وقتی که انسان بیمار میشود نه خانه میفورد، نه زن میفورد، نه ماشین، نه پول و مال، هیچی دنیا نمیفورد. بلکه انشاءالله همه چیز با سلامتی باشد. ما البته سلامتی نه هر یک مو غنیمت دونیم خدا خواهد انشاءالله. خدا برای سلامتی خدا خواهد آنچه که توصیه دارم خدا خواهد با آیا عمل کنیم. همیشه با دعا باشیم. فقط از دست ما شما یگان چیز نمی آید. یگانه فقط چی؟ دعا. چون خدا هم سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میگوید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجیب لکم، یعنی شما دعا کنین من اجابت میکنم. از ما دعا است خداخواد، از الله سبحانه و تعالی اجابت، از ما زاری است، از خداوند قبول کردن است و ان شاء الله خداخواد با واسطه خداخواد دعا، با واسطه التجا، الله سبحانه و تعالی زودتر خداخواد ان شاء الله این بیماری را از بین ما شما خداخواد از تمام بلکه دنیا الله سبحانه و تعالی این بیماری را دور کند و خصوصا ها بالای ما بیارد. فقط کن خداخواد توبه کنیم ان شاء الله خداخواد، با توبه باشیم، اون گناهی که کردیم پشیمان شیم خداخواد، رو به سوی خدا بیاریم، رو به سوی طاعت عبادت بیاریم. اگر الله خداخواد راضی کنیم، الله که از ما شما راضی شود، زودتر خداخواد این چیز از بین ما شما دور می شود. موضوع امروز چیزی که وعده کرده بودیم درباره خداخواد زنا، فرزندان زنا که اکثر امروز بعضی جوانو میشنیم، بعضی کلان سالو، بعضی موی سفیدان میشنیم که در آدم خداخواد دنیای شاد است، بعضی این سال با وجود آورده سادیم. البته خداخواد من به دلیل‌های قطعی و حدیث‌های صحیح خداخواد ان شاء الله برای شما دلیل میارم که من ان شاء الله برای شما کشوده نمی‌تونم که زنا خداخواد تا چه اندازه برای ما شما چی فایده دارد ان شاء الله، چه ضررها دارد خداخواد ان شاء الله. از روی خداخواد نقطه نظر شریعت، از روی قرآن کریم، از روی حدیث‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا که از کتاب‌های پیشین خداخواد، از کتاب‌های تورات و دیگر ان شاء الله خداخواد من برای شما خداخواد دلیلا میارم. باید که ما شما خداخواد از این را همیشه ان شاء الله دور شیم. خدا سبحانه و تعالی من در سوره اسراء آیت 32 برای ما شما اعلام دارد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. الله سبحانه و تعالی برای ما شما، برای بندگانش، برای امت محمد صلی الله علیه و سلم به زنا نزدیک نشیدنش خداوند میگه ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیکی نکنید. چون که یعنی این زنا البته کاری چی است؟ زنا افلاسی است، زنا راه هلاکت است. الله سبحانه و تعالی میگه چی و ساء سبیلا، راهی بد است ان شاء الله خداوند. زنا چی است ان شاء الله خداوند؟ من برای شما زنا را خداوند شرح میدم. زنا به نکاح جمع شدن یک مرد و زن خداوند ان شاء الله این چیز زنا میگن. یعنی به نکاح شرعی نکرده باشد خداوند، به گواه خداوند، یعنی وقتی که انسان مرد و زن به یکدیگر یک جای میشوند این ان شاء الله زنا است. زنا از اون نقطه نظر شریعت این حرام است ان شاء الله خداوند. در اسلام بزرگان اسلام 72 گناهی خداوند کبیره را جدا کردن، یکی در درون همین 72 گناه یکتاش چی است؟ زنا است خداوند. زنا حرام است. کسی که زنا را حلال میدوند، حلال میشمارد، نعوذ بالله خداوند کافر میشود، از دین میبرد، حتی نکاحش بریده میشود. با اسلام خداوند بازی نکن خداوند ان شاء الله. زنا چی است؟ زنا این ویران کننده عائله ها است. به سبب زنا من میدانم چندین عائله ها با 3-4 فرزنداش جدا شدن از دست این بدبختی، از دست این یعنی خداوند بیناموسی عائله و فرزندا خداوند این عائله ها جدا می شود. زنا دراننده پرده های ناموس است. چی زن است چی مرد است، به سبب نکاح پرده های ناموس می دارد. به سبب زنا زن به قدر می شود، همچون یک مانند انشاءالله حیوان می شود. به سبب زنا عاقبت این زن به هیچ که در کار نمی شود. به سبب زناش آگاه باشد همه مردم، همه عائله‌اش، خویش و اقرباش از اون زن، از اون مرد آخر عاقبت رو می گردوند. انا نتیجه زنا که شما زنا میکنی خداوند. زنا به دنیا آوردن فرزندهای خداوند حرامی است. به زنا آوردن کودکای یتیم است ان شاء الله خداوند. وقتی که زنا میکنی خداوند او فرزند کی به کله میگیرد، او فرزند به دنیا می آید هیچ کس به کله نمیگیرد، او فرزندهای یتیم خداوند ان شاء الله. زنا ویران کننده قبیله ها است، عائله ها است ان شاء الله خداوند. حتی زنا به میان آوردن چی است؟ کسلی های تبابت نشونده است. اونا که زنا میکنن ان شاء الله خداوند به زنا دست میزنن، الله حق سبحانه و تعالی بالای ویها چنان بیماری میارد که هرگز شفا نمیابی.
اگر امروز کسلی سپید آورده شد الله سبحانه و تعالی که خدا راضی نیست در این کار شما. الله از اینم اگر تمام ادبیای دنیا طبیبا اگر ضد این خدا خواهد داری آبان با الله سبحانه و تعالی یک بیماری میتید، چون که الله راضی نیست. خدا برای ما شما التماس دارد که ولا تقربوا الزنا. ای بندگان من، ای امتای محمد صلی الله علیه و سلم، ای تمام مردم، به زنا نزدیکی میکن، عاقبت شوای است، بے قدر میشه، بے ناموس میشه خدا خواهد انشاءالله. الله سبحانه و تعالی من میدونم چندین دغا، فشار خون، کسلی دل خدا خواهد، آخر کسلی قند، این کسلی افلاس‌ترین قند است. الله میتید. وقتی که میتید خدا خواهد از تمام ناز و نعمت دنیا محروم میشی. بیماری است که خدا خواهد عموم از شیرینی ها، عموم از ناز و نعمت الهی بهره مند نمیشی. آخر به درد میزنی، هر پولی که میابی خدا خواهد انشاءالله فقط در همون بیماری صرف میکنی به خجالت انشاءالله خدا خواهد مرده میروی. نکن این کار خدا خواهد. آنها یک صدای من میشنوید. در حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا ظهر فی قوم الزنا او الربا احل بانفسهم غضب الله. وقتی که میگه ظاهر میشه، معلوم میشه میگه در بین قوم زنا و معلوم میشه میگه بین قوم ها میگه ریبا، پرسنت، سودخوری. وقتی که میگه معلوم میشه احل بانفسهم غضب الله، این جامعه میگه عذاب خدا را به خود چیکار میکنن؟ میخرن، جلب میکنن. بیار میگه خدا چی که میکنی بکن، چی بلامو میزنی بیار برای خودمون. من امروز زنا آشکار شد. امروز اکثر جاها میشنیم زناگرها، بعدی میشنیم فاحشه خانه ها، بعدی میشنیم آدمای خوشمتی ها خوش کرده میداده که از خدا نمیترسن. من یک بیماری را بین امروز عادی بیمارترین دنیا را بلرزاد. خدا چنان قدرت دارد، نمیترسی از خدا. امروز ظاهر شد زنا، امروز پرسن ظاهر شد. امروز ای پرسن چیکار از خدا ترس. توبه کن انشاءالله خدا خواهد. ما غضب خدا آوردیم خدا خواهد. و یک غضب خدا حلال میرود در درنین، نیکم میرود، اولیا میرود. الله خدا نگه دارد. پیغمبر برای ما شما اعلان دارد که گوش کن، آدم زناگر ایمان ندارد. پیغمبر اسلام اعلان دارد در حدیث انشاءالله خدا خواهد صحیح است. ابو هریره روایت کرده حدیث است، امام بخاری، امام مسلم روایت کرده حدیث. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. وقتی که میگه زنا میکنی، خواه مرد هستی خواه زن هستی انشاءالله خدا خواهد تو ایمان نداری، در حالت زنات ایمان داد نگفت که ای بنده خدا نکن من از تو جدا بشم. اگر الله سبحانه و تعالی نگه داره که در بالای هوای موری بعد چی میشد؟ خواه به ایمان از دنیا میروی. امروز من میدانم بعض جوانای نماز خون، بعض دخترای نماز خون انشاءالله خدا خواهد این کار میکرد. از خدا نمیترسی؟ قادر نباشه شوهر کنی انشاءالله خدا خواهد. به نکاح صحیح برا خدا خواهد. در آینده یک فرزند هامون در آینده توی کن. در آینده ای خواهر محترم، ای مادر عزیز، تو را خدا خواهد عفت داده، تو را بهترینت کرده. برای شما زنها علایده خدا وصف میکند قرآن در سوره زنها. نخواه که امروز تا حد رسی که خودت بهتر کنی. پاکه خود توی کردن در کار پیش اقربا، پیش اکا و دادرود، پیش خدا خواهد پدرمون. نخواه یک عمر سرخم شوی. چون که خدا خواهد جوانانی که صدای من میشنوید، قیمتترین در دنیا این ایمان است. این آزاد نبولید، ایمان همان دم نمیتید خدا. دنیا را همه کس نمیداد است. ایمان الله دوست نیاد دیگه انسانش نمیداد است. با نماز خوان همین کار بکبد. خدا در قرآن عظیم و شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میگه شما را از کارهای فحش و فاحشه و زناگری و پرسنت و قمار و باز میدارد. وقتی که میگه اون نماز ندارد و این نماز نیست و این صورت نماز است. خلاص با نماز خوان با گناه کن، مسخره بازی هستی. نماز خوان بازی نکن. از خدا ترس انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر اسلام تن که من زنا او شریب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسه.
کسی که میگه زنا کند، کسی که عرق خورد میگه ایمان از میگه جدا میشود. چنانه که انسان یک لباس از سرش میکشد و میگیرد، همچنان ایمان از بدن جدا میشود. آدم عرق خورم وقتی که عرق میخورده است، همین بینیش جنگی کرد، در همه حالت جنگش ایمان از بدنش جدا میشود. از خدا نمیترسی انشاءالله خدا خواهد این چیز رو دست میاندازی. ایمان چیز قیمتترین است. خودت بی‌قدر میکنی، خودت در بین مردم شرمنده کرده گشتن. تو دنیا چی اومدی؟ تو دنیا خدا برای همین چیز آفریده، برای همین چیز فرصم داده. خدا میگه که ما شما را استعیذ بالله و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی، ما نآفریدیم انسان ها را جن ها را مرم برای عبادت من شما را برای شناختنم در این دنیا فرستادم. مفسرها میگن برای زنا و برای عرق خوری نی. پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره زنا میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتقوا الزنا فان فی ستة خصال. شما میگید پرهیز کنین، هرگز به زنا نزدیکی نکنین، چون که در زنا کردن 6 خصلت است. میگید ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره. 3 همین خصلت در همین دنیا بوده است و 3 خدا خواهد ان شاء الله در آخرت. اما الثلاث اما التي فی الدنیا، اون 3 میگه که خصلتی که میگه که عذابی که در همین دنیا هست، یکم فذهاب البحال وجه. خدای تعالی ما و شما یک سیما و صالحین نور داده است. همین نور خداوند انشاءالله از ما و شما میگرفته است. آخر این زناگران به نور میشن، آخر پس میشوند. خدا رو تغییر میکند، بدن تغییر میکند انشاءالله، بین مردم آشکارت میکند، چون که خدا راضی نیست. دویم و قصر العمر، دویم جزایی که در همین دنیا میداده است، آدم زناگر خدا عمر شکرته میکرد است. این دنیا چیز شیرین است. حالی یک بار بیمار شو خدا خواهد انشاءالله، من میدانم بیمار داره، فرزندکاش التماس دارد جان بچه جان من به گرمانیا بر، جان بچه جان من به هندوستان بر، جان نخر. سلامتی چیزی عزیز است خدا خواهد، عمرت کوتاه می شود. سیم میگد و دوام الفقر. خدای تعالی آدم زناگر اگرچه میلیاردر باشدم انشاءالله الله سبحانه و تعالی چیکار میکرد است و خدا خواهد کم بغل میکرد، نان نمیبیند دستارخانت بخرد، نان خدا خواهد انشاءالله. این وعده پیغمبر علیه السلام حق است، این راست است. خدا خواهد خواهی که در خاندان تو برای پول یافتن زندگی ما جنبوندن آیلمون چقدر زحمت ها میکشید، با یک گتکه که در خدا نک گفت میکنی الله بربادت میتی از خدا خواهد انشاءالله. چه در کار است؟ در همین دنیا الله سبحانه و تعالی اون بیچاره زنها رو فریب میکنی. این 4 تا بای بچه های پولدار امروز 4 تا پولدار شده خدا خواهد داشته باشد $10,000 داشتگیش، وقتی که این دنیا آدم همین خیلی پول ویران میکنه است، کمتر پول گذاشید بعد دیویژنش دیگه میشه. و دخترای بیچاره کم بغل فنکن نمیدونه، حال دخترکات فن میکنن انشاءالله. کنیم میکشی، کننده کشنده میگه در عرفیت انشاءالله. خدا خواهد از زنت میکشی، از دخترات میکشی خدا خواهد انشاءالله، از خواهرت میکشی، از مادرت میکشی، بعد میدانی خدا خواهد زنا فایده شه. تو هم درجه رسیده ما مسلمان ها. این دین داری مسخره بازی شد امروز، دین داری مسخره بازی، نامش مسلمان دعوا میکند. همین از عاقبت این 3 که در این دنیا خدا میتید، اما 3 که میگه در آخرت است. فسخط الله تعالی، خدای تعالی به از سختی تو حساب کتاب میکنه انشاءالله. خدا خواهد عذابت میکنه خداوند. و سوء الحساب، خداوند روز قیامت محکمه سودی دارد، پختر از گوشت گیر. روز قیامت الله سبحانه محکمه سودی دارد، در محکمه سودیش سختترین عذابت میکنه خدا خواهد. شرمنده. و عذاب النار، سختترین عذاب الله سبحانه و تعالی کتاب گرفتارت میکنه، نمیبخشد الله سبحانه و تعالی. اگر در دنیا توبه نکنی، اگر در دنیا پشیمان نشوی، پیش الله گریه نکنی، از این راه بدت نگردی انشاءالله الله سبحانه و تعالی مبادا مردمونی به همین راه خدا خواهد جا دوزخه. و این دوزخ جای خدا خواهد عادی ترین چیز نیست. دوزخی که الله و زندان خدا های آفرید 3000 سال نبینا شدگی است.
1000 سال تصفوندش سرخ شد، 1000 سال تصفوندش سفید شد، 1000 سال تصفوندش سیاه شد. تازه سیاه هست. 3000 سال بیناش نگیره. امروز یک در دستکت خدا خواهد یک آبی جوش ریزه چی داد میگویی؟ یک کفکی پات نه خار دراید. حضرت مولا میگن نداری بلکه فی پا طاقتی خال، دلیلی چون کنی در گلخنی نار. ولی یک پارک نخال میده تا گرفتن داد میگوی گریه میکنی بعد چقدر در عذاب خدای تعالی گرفتار میشه. طاقت میکنی انشاءالله خدا چقدر صبر میکنی. شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه در کتابش آوردن مکتوب فی الزبوری این الزنات معلقون بفروج فی النار. شمس الدین ذهبی در کتابش میگن که نوشتهش دیگه در کتاب زبور، 4 کتاب الهی از خدا خواهد. یکی زبور است، در همین زبور نوشته است که البته زناگرها چی مرد و چی زن است روز قیامت در دوزخ کشال که میشد از همین فرجاشو، از همون جای نازکیاشو خداوند در دوزخ کشالت میکنه. و یضربون میثاق من الحدید، زده میشه میگه این زناگرها را بین تیاقای آهنین کتی. فرشته دوزخ 19 تا است، 19 فرشته است. بسم الله الرحمن 19 است، 19 فرشته عذاب است در قرآن بیان میکند. بیان یک میده رحمم نیست. وقتی که میزدیانش داد میگفته است. فرشته میگفتن که این هذه صوت، این صوت شد در دنیا آواز نکردی و انت تفرحون و تضحکون. وقتی که زنا میکردی دختری مردم فریب میکردی، زنا میکردی میخندیدی شادی میکردی و تسنامین خدا را از یاد بروردی ناموس نکردی. اکن فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، بچش انی عذابه که تو دروغ میشمردی. میگفتی که همه دنیا است خلاص، نه ولی با در پیش دنیا است. الله سبحانه و حضرت موسی را چی میگه؟ و قال موسی علیه السلام کوی تور رفت میگه دعا کرد الهی مال من زنا، خداوندا به این زناکارا خودت چی جزا میتی؟ چی کارشو میکنی؟ قال الله تعالی گفت البسوا درعا من النار، گفتن روز قیامت من یک لباسای آهنی میپوشونم شو از علاب شده که آهنی. لو وضع علی جبل شاهق لاصبح رمادا، اگر همین لباس گفتن در یک کوی بلند بالش نمانی در یک لحظه خاکستر میشه. گفتن همین لباس بیاین انشاءالله خدا خواهد بخیر بیاین، بیاین این خدا خواهد انشاءالله خودمون داریم. همه میتوند این کاره، لیکن از خدا ترسیم. الله همه در نفس دادگی است. بزرگان اسلام دعا میکنن که پروردگارا برای من نفسی مردتی. دو نفس است که انسان خدا خواهد شرمنده میکند. این نفسی بالای نافی، نفسی زیر نافی است. همین اگر نفسی بالایت نم زور درسه نجات میابی، نفسی زیر نافیت نم زور درسه نجات ایلا خدا خارج میکنه. این دنیا هم آخرت هم الله سبحانه و تعالی با جزا گرفتار میکنه. همون خود زنا با چی قدر تلتول عرض میکنی، با چی قدر پول و پاره گدی میکنی. اگر همون پول و پاره زنت خدا خواهد صرف کن، همون لباس های قیمت بار زنت صرف کن انشاءالله خدا خواهد. ما با زنان خدا خواهد معامله خود نداریم. بعد با زنی بیگانه خدا خواهد انشاءالله برای زنا چقدر پول داری صرف میکنی انشاءالله خدا خواهد. چی با ترسول است چی با وای. از الله نمیترسی. کاشکی الله خدا خواهد درباره هوا اگر جان تگیره چکا میکنی. کاشکی الله مثل سگ همون تک پیوست کند عورتا تک و شرمندگی با جامعه برداری. حضرت نوح هم در دورش، حضرت نوح وقتی که دنیا را آب زیر کرد خداوند فرمانش کرد که همه سال جفت کی گفت تاریخ بیان میکند. جفت گرفت میگه گفت همین که باید دیگر علاقه نکنین. سگ به سگ علاقه کردن گرفت. کدام حیوان ازاد برمت خبر دادن گرفت. آخر گفت میآید حضرت نوح که کشادگی هستن. گفت خداوندا گفت در پیش نوح من شرمنده نکن. خدای تعالی هرچه چسبوند. ولی خدا نگه داد که تو هم همچنان نکند. خدا قدرت داد او سلطان هرچی خواهد او کند. عالم را در دم ویران کند. از این خدا ترس انشاءالله. حضرت مولایی چی میگن؟ حضرت ذوالجلال و الاکرام
پرسد از شبهه و حلال و حرام. روز قیامت حق سبحانه و تعالی میپرسد از شبهات، از حلال حرام چی خوردی کنی دنیا، حلال خوردی می حرام زندگی کردی میپرسد. میگد پرسد از ما چرا چونین کردی، این گناه کردی و آن کردی. میپرسد که بنده خدا برای چه گناه را کردی؟ من برای پیغمبر فرسون دادم، عالما فرسون دادم، کتاب فرسون دادم. میگفتند امر و نهی که بر تو فرمودم تو چرا بر خلاف آن کردی؟ میگفتند من تن امر و معروف فرمودم. مولاها میگفتند چی برای چه خلاف این کار کردی تو؟ حد خود را چرا ندانستی در محلی که میتوانستی؟ برای چی تو حد خود را ندانستی که حالی که میتونستی در دنیا از این زنا دور شوی، میتونستی از عرق خوری دور شوی، برای چی تو حد خود را ندانستی دور نشدی تو؟ غیر شرمندگی چی روی جواب، وای آدمی بر جان قطره آب. غیر شرمندگی دیگری چی نیست؟ من در دنیا هم شرمنده شده شدیم گاه، فقط روز قیامت هم انشاءالله خود در دنیا که 4 آدم 10 آدم میبینن، روز قیامت الله سبحانه تمامی پیغمبران 124 زیاده پیغمبر زیگش همش تماشات میکند، همش بر تو سوال جواب میکند، میبینند انشاءالله چی پیشی خیش و اقربا چی این شرمندگی رو باید گجامه از خجالتت خدا خواهد بر کاش که جانت بولد، لیکن جان بولمدن نیست در دنیا بعد. برای این خدا خواهد سخن کنیم، سخن بسیار است انشاءالله. خدا خواهد یک قسم خدا خواهد در اینجا با آخر میرسونیم و یک قسم دیگر خدا خواهد در آینده خدا خواهد چیکار کردن در کار نجات این خدا خواهد انشاءالله زنا چی از خدا خواهد به سمع شما عزیزان میرسونیم. همیشه از خدا ترسین، بیاین رو به طاعت بیاریم. ما نداریم طاقت عذاب الهی، نداریم. من یک عادی ترین یک بیمارچه امروز همه ما از خانه ها محکم هستیم. امروز خدا خواهد از کوچه نبرمده سادیم. الله سبحانه و تعالی از این با سخت‌تر نگیرد ما و شما را، چون که وقتی که میگه ظاهر میشه از زنا در تمام دنیا عذاب الهی میبارد، چون که غضب خدا انشاءالله در گناه است. گناه نکنیم انشاءالله، بیاین توبه کنین، بیاین برگردین. امروز وقت است خدا خواهد انشاءالله. رو به سوی خدا بیار خدا خواهد انشاءالله، رو به طاعت بیار، رو به عبادت بیار. از این اخلاق بدید، از اخلاق حیوانی انشاءالله برگردین، انسان شوین. خدا خواهد ما و شما دنیا مهمان هستیم. در این دنیا چونان به یک خدا خواهد آبرو، چون با یک انشاءالله خوبی پیش نزد مردم، به یک صفتای خوب، به یک صفتای نیکی که اصرها آدم ها یادت کنن، اصرها در حق دعا کنن و در تقدیر خدا خواهد پیشانید. تقدیر اولاد، تقدیر اجدادتون خدا خواهد این تغمه ها را زده نرا. از این شرمندگی زاید نیست. از خجالت میگد آب میگردد وجود. گناه هم میکنی خدا خواهد مبادا یک معلوم شده مونی خدا خواهد چی خلال از خجالت وجودت عذاب میکشد. رهی گریز میکابی، از خانه ها نمیبرایی. انا عاقبتش همین است. کاری که نادرست است همیشه خدا خواهد انشاءالله که در این دنیا شرمندگی دارد و در آخرت. بین عزیزان من همه ما برگردیم. بین انسان برای ما مسلمان ها انسان حرام است، اینم با برای ما مسلمان ها خدا خواهد انشاءالله توبه کنیم انشاءالله. خدا خواهد برگردیم به سوی طاعت عبادت خدا خواهد انشاءالله. همچون همه انسان ها را همچون مادر، همچون خواهر، همچون یک فرزند انشاءالله شماریم. انشاءالله خدا خواهد در این دنیا هم سر بلند شیم، توبه کنیم که الله شاید خدا خواهد این بیماری از زودتر از ما کنیم، چون که وقتی که رضای خدا با وجود می آید البته الله ارحم الراحمین است، ما و شما را رحم میکند، چون که خدا میگه ما قوم ها را دیگرگون نمیکنیم تا که خود شما دیگرگون نشین. خدا ظالم نیست، خدا مهربان است. ما دیگرگون شدیم، ما کامل از حد برمدیم. شاعر میگه هر چیزی را حد اعلی است، از حد گذرد رسوا شود، آخر رسوا میشیم. آخر من آخر بعد یک خدا خواهد کثافت یک انسان چقدر مردم عذاب میکشد، چقدر مردم انشاءالله خدا خواهد زیر خاک میرد. بین این کار نکن انشاءالله. خدا خواهد اسلام برای شما زن به نکاح صحیح خدا خواهد گذاشته است. به نکاح زن گیر خدا خواهد حیات بر انشاءالله. خدا خواهد زندگی های خوب که خدا خواهد انشاءالله در این دنیا هم سربلند میشوی و در آخرت هم.
به همین صحبتی امروز با پایان میرسونیم. البته دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه ما شما را از ری شیطان لعین دور بگرداند. ما شما را از زنا کردن، عرق خوردن، از پرستین دادن، از سودخوری، از دیگر گناهایی که دروغچیگی و خداخواد نیرنگ بازی الله سبحانه و تعالی دور بدارد. و همیشه از این چیزهایی که سخن کردیم همه ما عمل کردن انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. همه ما این علم میگیم این مسئله ها به خاطر عمل کردن. شاید برادر شنوی یک بخت بیایی، یک بار فکر کنی خدا خواهد، فکر این دنیا را، فکر آخرت، فکر پگه پیش الله، فکر پگه پیش محمد صلی الله علیه و سلم رفتن، پیش عزیزا، پیش پدر و مادر رفتن. یک فکر کنی شاید که بخت بیایی، شاید که توبه کنی. بیا امروز وقت است. چیزی که در پیش نگذشت امروز دروازه توبه شدگی است. توبه کن انشاءالله برگرد. الله سبحانه و تعالی مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. ای پاک و پروردگار، ما را همیشه به راه راست هدایت نما. قلب های ما شما را به نور ایمان، به نور قرآن، به نور اسلام منور بگردان. همین بیماری که امروز در تمام دنیا تشویش دارد الله سبحانه و تعالی خدا خواهد این بیماری را زودتر از بین دنیا و خدا و خودت بردار. روزای خرسندی را به ما نصیب بگردان. ما را همیشه خداوند برای راست هدایت کن. تمام خادمان حکومت که امروز از جناب عالی کشیده خداوند تا رئیس ناحیه همه از برای خداوند ان شاء الله این بیماری خداوند نجات یافتن سعی و کوشش دارن. الله در سعی کوشش آنها برکات عطا نماید. البته این خداوند برادرم خدا عمری دراز رزقی فراستی. البته جناب عالی که غمخواری مردم از خدا عمری درازی رزقی فراستی تنی صحتیشو خاطر جمع شدی این چیزی که سعی و کوشش دارن خدا ان شاء الله با یک روی های سرخ با یک خرسندی ها خداوند پیش مردم ان شاء الله خداوند سربلند شدن این عزیزای خدا را خداوند از من مفتیتی ما و شما کشیده هر روز بیچاره خداوند میبراین. خداوند این عالما هم امروز هم در عذاب هستند. چی باشم به خداوند معنویت که تیم باشد مردم را تسکیه دادن حرکت دارند. البته همه اینها را خدا در حفظ و پناهش نگهبان باشد. همیشه این بلا از ما و شما دور شود. خرسندی ها بالای خرسندی باز در آینده الله سبحانه و تعالی با ما و شما نصیب بدارد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.